ایسا شاه جلال باشو کوه بی زوال باز. شلوم دوستا عزیز، برادرها و خوارا، امیدوار هستم خوب و خوش و سرحال باشین، از محبت و فیض خداوند بهره‌مند شده و نعمات و برکات آسمانی خداوند همیشه در زندگی شما جاری باشد. دوستا عزیز، قسمی که میفهمین امروز ما باز هم درباره یک موضوع جدید صحبت میکنیم و موضوع امروز ما که ما میخوایم درباره از صحبت بکنیم این است که کتاب مقدس یک راهنمای کامل برای سعادتمندی انسان در این دنیا و برای رستگاری در آخرت است. یعنی کتاب مقدس انسان را به او سعادتمندی کامل در این دنیا و به رستگاری کامل در آخرت میرسانه و کتاب مقدس انسان را کمک میکنه که او زندگی که مورد پسند خداست از او زندگی بهره‌مند شود و مطابق با تعالیم و ارشادات کتاب مقدس درباره از او زندگی بیاموزه و با واسطه کمک و قدرت روح پاک خداوند بتانه او زندگی را که از روی کتاب مقدس آموخته او را عملی بکنه و تا بتانه که از این طریق رضای خاطر خداوند را حاصل نماید. پس کتاب مقدس یک راهنمای کامل برای سعادتمندی انسان در این دنیا و برای رستگاری انسان در آخرت است. و موضوع دوم ما که ربط داره یا بخش دوم موضوع اول ما هست اوی است که ما به هیچ کتاب ما قبل و ما بعد کتاب مقدس ضرورت نداریم تا به سعادتمندی دنیایی و یا به رستگاری اخروی برسیم و یا ای که ما هیچ کتاب را که قبل از کتاب مقدس آمده و هیچ کتاب را که بعد از کتاب مقدس آمده ما به او هیچ کدام ضرورت و احتیاج نداریم تا ای که ما بدانیم چگونه یک زندگی سعادتمند داشته باشیم در این دنیا که مورد پسند خداوند باشه و یا ای که چگونه بتانیم به او رستگاری اخروی برسیم. پس دوستان کتاب مقدس برای ما کافی و کامل است تا ما را به سعادتمندی این دنیا که مورد پسند خداوند باشه و به رستگاری آخرت که رضای خاطر خداوند برای هر انسان خداپرست است به او میتونه ما را برسانه. از دوستان عزیز ما درباره از این موضوع صحبت میکنیم و آیات از کتاب مقدس میخوانیم تا این موضوع را بتانیم مطابق با آیات کلام خدا، مطابق با آیات کتاب مقدس تقویه بکنیم، حمایت بکنیم و چیزی را که میگیم او کلام خدا باشه. خب دوستان عزیز، اگر ما و شما از دوم تیموتائوس، رساله دوم تیموتائوس فصل 3 بخوانیم، رساله دوم تیموتائوس فصل 3 یک رساله بسیار خوب و زیبایی است که توسط تیموتائوس این رساله از خداوند وقت الهام گرفته نوشته شده و با تیموتائوس ببخشید از طرف به واسطه پولس رسول که الهام از خداوند گرفته نوشته شده و به تیموتائوس فرستاده شده و در اینجا در فصل 3 آیه 15 کتاب مقدس می فرماید، فصل 3 رساله دوم تیموتائوس آیه 15 16 و 17 را می خوانم: خودت نیز از کودکی کتاب مقدس را فرا گرفته ای. این کتاب به تو حکمت بخشیده تا بدانی که دست یافتن به نجات از راه ایمان به عیسی مسیح امکان پذیر است. در واقع تمام قسمت های کتاب مقدس را خدا الهام فرموده است. از این جهت برای ما بسیار مفید می باشد، زیرا کارهای راست را به ما می آموزد، اعمال نادرست را مورد سرزنش قرار می دهد و اصلاح می کند و ما را به سوی زندگی خداپسندانه هدایت می نماید. خدا با وسیله کلامش ما را از هر جهت آماده و مجهز می سازد تا با همه نیکی کنیم. میبینیم کتاب مقدس در آیه 15 برای ما میگه که این کتاب باعث از این میشه که ما راه نجات را که تنها در فیض عیسی مسیح از ما را درک کنیم و با واسطه ایمان آوردن به عیسی مسیح و راه نجاتی که داره ما نجات پیدا بکنیم. مسئله اول که انسان را کتاب مقدس نجات میده. راه نجات در کتاب مقدس نوشته شده، چون کلام خداوند است و کلام خدا و خود خدا یکی است. موضوع دومی که از این کتاب مقدس میگه تمامش از جانب خدا الهام فرموده شده و این بسیار برای ما مفید است. چرا؟
کارهای راست و درست را به ما می آموزاند تا زندگی سعادتمند در این دنیا داشته باشیم، مورد پسند خدا باشه. اعمال نادرست ما را مورد نکوهش و سرزنش قرار میده تا موضوع دوری بکنیم و زندگی پر سعادت و سعادتمند در این دنیا داشته باشیم. و ما را اصلاح میکنه، انتقاد نمیکنه، نقد نمیکنه، مثلا مجازات نمیکنه، بلکه اصلاح میکنه با محبت و ما را به سوی زندگی خداپسندانه هدایت مینماید و خدا نیک کار برای ما میکنه تا از هر نگاه و به هر حالت ما مجهز شیم تا با همگی نیکی کنیم. پس ما میبینیم کتاب مقدس ما و شما را به او پختگی روحانی میرسانه، ما و شما را به او زندگی نیک، به او زندگی مقدس میرساند، زندگی که خوبی ها و نیکی ها در زندگی ما سرازیر میشه، زندگی که از بدی ها ما دوری میکنیم، زندگی که ما اشتباهات و مشکلات و بدی های ما اصلاح میشه، زندگی که مورد پسند خداوند است و ما مجهز میشیم به نیکی کردن، به خوبی کردن در این دنیا. پس تمام اگر زندگی ما را که ما اگر بخوایم مطابق کتاب مقدس عیار بسازیم، با کمک کتاب مقدس و با قدرت روح پاک خداوند زندگی ما یک زندگی بسیار خوب و گل و گلزار می باشه. به اصطلاح عام زندگی که اعمال نیک در وجود می داشته باشه، زندگی که از اعمال بد ما کنار گیری میکنیم، زندگی که اصلاح میشیم، زندگی که مورد پسند خداوند می باشه و نتیجهش و ثمره و میوهش خوبی ها و نیکی ها می باشه و مجهز میشیم با اسلحه نیکی و خوبی در این دنیا. ما یک زندگی بسیار خوب است که با محبت خداوند از طریق کلامش، نه با کدام شریعت، نه با کدام احکام، نه با یک لست بکن و نکن این کارا را باید انجام بدی و این کارا را باید انجام ندی، بلکه از طریق محبت و از طریق اصلاح این زندگی ما به یک زندگی نیک و خوب با واسطه عیسی مسیح تبدیل میشه و بر جلال عیسی مسیح. اینجا کتاب مقدس بسیار واضح صحبت کرد. پس ما به کتابایی که قبل از کتاب مقدس است، ما به اون کتابا ضرورت نداریم. از هر کی باشه، از زردشت باشه، کتابای هندوها باشه، کتابای بودایی ها باشه، هر کتاب قبل از کتاب مقدس، اصلا کتاب قبل از کتاب مقدس وجود نداره، چرا که کتابی است که از پیدایش انسان، از پیدایش کائنات صحبت میکنه. خب خیر، به لحاظ تاریخی بگیریم که در چه زمان نوشته شده و به شکل کتاب در آمده. کتابایی که قبل از است ما به او ضرورت نداریم. کتابایی که بعد از این آمده، چی کتاب مورمون باشه، چی کتاب بهاولا باشه، چی کتاب مثلا سیک ها باشه، چی کتاب مثلا قرآن مسلمان ها باشه، به این کتاب ها ما ضرورت نداریم. خود این کتاب مقدس کامل است و ما را به او سعادت دنیایی مورد پسند خداوند و رستگاری اخروی میرسانه که رضای خاطر خدا در او است. خب میایم از یک قسمت دیگه میخوانیم. ما اگر عبرانیان فصل 4 را بخوانیم، در اینجا میبینیم که یک آیه بسیار قوی و یک آیه بسیار خوب دیگه وجود داره که برای ما و شما بسیار واضح این مطلب را واضح میسازه. عبرانیان فصل 4 آیه اشتباه نکنم 12 و در اینجا برای ما میگه کلام خدا زنده و با نفوذ است و برنده تر از هر شمشیر تیزی است که مفصل را از استخوان جدا میکند، زیرا افکار پنهانی و نیتهای مخفی دل ما را میشکافد تا ما را آنچنان که هستیم به خودمان نشان دهد. هر کجا که باشیم خدا تک تک ما را میشناسد. چشمان تیزبین خدای زنده همه ما را چنان که هستیم میبیند. چیزی وجود ندارد که از نظر خدا پنهان بماند و با اوست که باید سرانجام حساب پس بدیم. پس کلام خدا کلام پرنفوذ است و یک کلام زنده هست و مشکلات روحانی انسان را میبینه و این مشکلات روحانی انسان را بر انسان برملا میسازه و راه نجات را و راه اصلاح از او را با واسطه فیض عیسی مسیح بر ما نشان میده تا با قدرت روح القدس عمل بکنیم و بر جلال عیسی مسیح ما بیایم این مشکلات روحانی را آهسته از خود برداریم، دور بکنیم، کنار بگذاریم و ما با او زندگی که مورد پسند خداوند است به او برسیم و بالاخره رستگاری اخروی نصیب ما شود. پس کلام خدا میگه بسیار در چی گفت؟ پرنفوذ و زنده هست که یک کلام زنده است، یعنی وقتی میخونی همون لحظه ای به زندگی تو ربط داره، همون لحظه از یک چیز میآموزی، همون لحظه تو
مثلا نفوذ از در زندگی درک میکنی و درک میکنی که نمی زنده با ما صحبت میکنه و این کلام باعث ایجاد نمی خوبی ها در ما میشه و دوری شدن دوری ها از زندگی ما. پس این بسیار یک چیز خوب است. پس ما به کتاب های ما قبل از این و ما بعد از این که از جانب خدا نیست ضرورت نداره، چرا زندگی که ما میخوایم اختیار بکنیم یک زندگی روحانی است و روحانیت مربوط میشه به روح و او روح پاک خود خداوند است. پس اگر ما میخوایم زندگی روحانی بهره مند شویم و مستفید شویم، باید طریقه و زندگی روحانی را و چگونگی حاصل کردن و زندگی روحانی را از خود خداوند که در کلامش از بیاموزیم، نه از کتابایی که ما قبل از کتاب مقدس و نه از کتابایی که ما بعد از کتاب مقدس آمدن گناهی ربط با خدا ندارن. پس نمیتونی زندگی روحانی مورد پسند خداوند را از کتابهای بغیر از کتاب مقدس، چی پیش از این آمده باشه چی بعد از این، تو بیاموزی. تنها کتاب مقدس و زندگی مورد پسند خداوند را برای ما یاد میده. وقتی زندگی در ما شروع میشه آغاز میشه و ما زندگی را به قدرت پاک روح خداوند پیش میبریم، وقت است که ما از رستگاری اخروی هم بهره مند میشیم دوستان عزیز. و همین رقم دوستای عزیز، اگر ما از متی بخوانم، کتاب متی بر شما بخوانم، میبینیم که در اینجا هم یک آیه بسیار زیبایی در این قسمت وجود داره. و متی فصل 7 آیه 24: هر که احکام مرا میشنود، متی فصل 7 آیه 24 احکامش در کلامش است از خداوند، و آنها را بجا میآورد، شخص دانا است. او مانند مرد عاقل است، خانه‌اش را بر صخره محکم بنا کرد. هرچی باران و سیل آمد، باد و طوفان بر آن خانه وزید، خراب نشد و چون روی صخره ساخته شده بود بر جا ماند. میبینیم کتاب مقدس میگه هر کسی که کتاب مقدس را میشنوه و او را عمل میکنه یک شخص عاقل و دانا است که خداوند میگه. خداوند ما عیسی مسیح میگه او شخص عاقل و دانا است و خانه خود را بر سر یک صخره، یک سنگ محکم آباد کرده که هرچی طوفان و سیل و باد بیایه و از زیر مثلا سیل بزنه خانه را، از سر باد و طوفان بزنه، هر حالتی که بیای میگه خانه پابرجا میمانه. یعنی ما اگر ریشه ما و تهداب ما کتاب مقدس باشه و ما این عملی بکنیم در زندگی خود، ما به مثل اونمو خانه استیم که بر یک صخره محکمی که خود کلام خداست، خود خداوند است، بنا میشه و هیچ چیز نمیتونه ایمان ما را، سعادت دنیایی ما را که مورد پسند خداوند باشه و رستگاری اخروی ما را از ما بگیره، بلکه ما محکم و پابرجا بر همین صخره باقی میمانیم. پس این بسیار مهم است دوستان عزیز که ما شما این را باید مد نظر بگیریم. ما بر هیچ صخره دیگه ضرورت نداریم. تمامی صخره های دیگه که از کتاب های قبل از آمده، کتاب هایی که بعد از آمده، او کتاب ها تمامش به مثل کلوخ های هستند، تپه های خاکی هستند که وقت سیل می از بین میرن، وقتی طوفان میشه خاک میشن، باد میشن، از بین میرن و خانه ما میغلطد و چپه میشه و از بین میره. بلکه ما اگر به این کتاب مقدس ایمان داشته باشیم و از این کتاب مقدس پیروی بکنیم، ما در حقیقت ایمان خود را بنا کردیم بر خود خداوند. او صخره نجات ماست و ما را چی میکنه؟ نجات میده. و همین رقم دوستان عزیز، اگر از عهد قدیم چند آیه بر شما بخوانم از مزامیر فصل 119، در اینجا ما شما میبینیم مزامیر 119 که از مزامیرهای بسیار طولانی و طویل است در کتاب مقدس. 119 آیه 9 میگه: مرد جوان چگونه میتواند زندگی خود را پاک نگه دارد؟ با وسیله خواندن کلام خدا و اطاعت از دستورات آن. پس اینمی کلام خدا تنها زندگی انسان اگر میخواه پاک نگه داشته شه، این کلام را بخونه، اینمی زندگی انسان را این کلام خدا پاک نگه میداره، نه کتابایی قبل از یوم، نه کتابایی که بعد از. اینمی زندگی را پاک و مقدس میسازه و تو ضرورت به هیچ چیز دیگه نداری. اینمی خودش پیام خوب و خوش برای ما و شماست. همین رقم اگر ما شما مزامیر 18 را بخوانیم، آیه 35 و 36 را میگه: خداوندا تو با سپرت مرا نجات داده ای، با قدرتت مرا حفظ کرده ای و از لطف توست که به این عظمت رسیدم. زمین زیر پایم را وسیع ساخته ای تا نلغزم، دشمنان را تعقیب میکنم و به ایشان میرسم. خب در اینجا ما و شما دوستان عزیز میبینیم که در اینجا خدا میگه که تو مرا چی کردی؟ نجات داده ای. و با واسطه چی؟ با واسطه اینمی کلام خداوند ما شما را، راه نجات ما را نشان داده. متوجه هستین؟ و در آیه 30 میگه: اعمال خداوند کامل و بینقص است، وعده های او پاک و قابل اعتماد.
خداوند از کسانی که به او پناه میبرند مانند سپر محافظت میکند. کیست خدای غیر از خداوند ما و کی صخره نجات غیر از خدای ما؟ پس ما و شما در اینجا میبینیم که منبع و سرچشمه خداشناسی کلام خداست. وقتی ما خدا را میشناسیم دیگه از او که خدای بهترتر ما نه در گیتای هندوها میافیم، نه در اوستای زردشت میافیم و نه در قرآن اسلام میافیم، نه در کتاب مورمون ها پیدا میکنیم، بلکه تنها جوزف اسمیت ما پیدا میکنیم در کتاب مورمون جوزف اسمیت، بلکه تنها خدای زنده و حقیقی که بر او میشه اعتماد کرد او در این کلامش است. پس این کلام بر ما و خدا را میشناسانه و اونمو خدا ما و شما را به سعادت دنیوی و رستگاری اخروی که مورد پسند و خواستش است ما و شما را میرسانه. و همین رقم دوستان عزیز، اگر ما یک دعای دیگر هم بر شما بخونم، چرا این موضوع بسیار مهم است. بر متی بسیار زیبا عیسی مسیح در یوحنا فرستاده، در کتاب یوحنا فصل 7 یک آیه بسیار زیبا هست و در اوجه عیسی مسیح فرموده و گفته که چنان که کتاب آسمانی می فرماید هر که به من ایمان آورد از وجود و نهرهای آب زنده جاری خواهد شد. کتاب مقدس بر ما شما خدا را میشناسانه و عیسی مسیح میگه هر که به من ایمان آورد و صفت خدا و نجات دهنده خود را قبول کنه از وجود از اون نهرهای آب زنده، یعنی شخص خودش یک چشمه میشه، یک چشمه از نور، یک چشمه از محبت عیسی مسیح، یک چشمه از بخشش عیسی مسیح، یک چشمه از حیات ابدی عیسی مسیح که خود از این نهرهای نمی تمام تحائف و تحفه هایی که در نجات و در فیض عیسی مسیح، در محبت عیسی مسیح وجود داره جاری میشه و دیگران را سیراب میکنه. ما و شما کسایی میشیم که میریم و چراغ های عیسی مسیح میشیم، نور عیسی مسیح میشیم در بین مردم. و این را ما از کجا گرفتیم؟ میگه چنان که کتاب مقدس میفرماید. پس اگر ما و شما میخوایم که در این دنیا نماینده های خدا، نه مثل نماینده های مثل آخونده و ملا، بلکه نماینده های حقیقی خدا، یعنی کسایی که محبت خدا را، بخشش خدا را و کسایی که خوبی ها و نیکی های خدا را بر بشر، رحمت خدا را، مهربانی خدا را بر مردم میرسانند و خود قربانی میکنن، نه خود را بکشن بلکه یعنی میاین و خود فروتن میسازن، متواضع میسازن و میرن به نزد مردم و این خوبی ها را به اونا میرسانن در نام عیسی مسیح و بر جلال عیسی مسیح و به قدرت عیسی مسیح. اینمی همچون اشخاص اگر میخوایم ما و شما باشیم که یک زندگی مورد پسند خدا، یک زندگی که پر جلال باشه داشته باشیم که بر جلال نام عیسی مسیح باشه، این کتاب مقدس تنها میتونه برای ما و شما یاد بده. و همچنان اگر ما و شما در رومیان فصل 1 آیه 16 بخوانیم میگه این کتاب مقدس و این انجیل قدرت خداست که انسان‌ها را میتونه تغییر بده، انسان را میتونه نجات بده. پس دوستان عزیز، ما شما دیدیم که کتاب مقدس یک راهنمای کامل سعادت دنیوی مطابق به پسند خداوند این دنیا و رستگاری اخروی که خواست خدا برای ما و شما هست. و تنها با کتاب مقدس ما میتونیم او زندگی مورد پسند خداوند، او سعادت حقیقی و او خوشی و آرامش را در این دنیا که به او ضرورت داریم که از جانب خدا باشه، خوشی آسمانی، سعادت آسمانی در این دنیا، او را ما میتونیم از خداوند دریافت بکنیم. سعادت دنیوی که مورد پسند خداوند باشه که سرچشمه میگیره از سعادت آسمانی و روحانی خداوند، و او رستگاری که ما میخوایم او را در آخرت حاصل بکنیم، او هم با واسطه کتاب مقدس، مطالعه کتاب مقدس و قدرتی که در این افته است و اطاعت از روح پاک خداوند و قدرت عیسی مسیح میتونیم که از ما بهره مند شویم. پس این کتاب مقدس برای ما کافی است. و ما با کتاب‌های قبل از این، دو مثال میتونم مثل گیتای هندوها و اوستای زردشت و با کتاب‌های بعد از این مثل قرآن مسلمان ها و با مثل کتاب مورمون جوزف اسمیت یا مورمونی ها ما ضرورت نداریم. پس دوستان به این کتاب مقدس ایمان بیارین و این کتاب مقدس را بخوانین، مطالعه بکنین و از این کتاب مقدس بیاموزین، به این عمل بکنین و به روح القدس اجازه بدین که تعالیم کتاب مقدس را در زندگی ما به قدرت خود عملی بسازه و تا باشه که نام عیسی مسیح جلال پیدا بکنه. ما با او سعادت دنیوی که مورد پسند خداوند است که سرچشمه میگیره از سعادت روحانی و آسمانی خداوند و با او رستگاری اخروی که خدا خواستش از بر ما با او برسیم. تشکر دوستان عزیز، امیدوار هستم که ویدیوها را مشاهده بکنین، ببینین و با دوستای خود شریک بسازین
خداوند همراهتان باشه. خداوند شما را برکت بده و شما را همیشه خداوند از محبت و فیض خود، از خوبی های خود و از تحفه های روحانی خود بهره‌مند بسازه. در نام پاک خداوند و نجات دهنده و عیسی مسیح هم شما را میسپارم و با شما ما خداحافظی میکنم. خداوند عیسی مسیح نگهدارتان. وقت بسیار خوب و خوش داشته باشید. آمین.